یک زمانی های معروف بود کوچی دریا، همین ماران بود کوچی دریا، یعنی دریای کوچی کوچه بوده، دریای بزرگ خوش بود. یعنی خیلی ساده است. این دو تا چهارتا استخر طبیعی که خدا داده به ما، توش غذا هست، همه چی هست، پر ماهی بشه، تمام اطراف این شهرستان ها اقتصادشون رونق پیدا کنه. وادادگی کل طالاب رو واگذار نمی‌کردن به این شرکت خارجی. اولا وضعیت طالاب اینجوری تک تکمون موظفیم که از این میراث حمایت کنیم. تک تک ماها موظفیم که صدا باشیم که برسه به اون گوش اون کسی که میتونه یه کاری برای اینجا انجام بده. فاضلابی که داره میرزه توی طالاب منبع بسیاری از بیماری‌های مردم شهر و استان. حال این طالاب بده، داره خفه میشه. مچکن باعث شده مکانیک آب اینجا به هم بخوره. این نگین گیلانی که اینجا هست به همین راحتی از دست بره. واقعا حیف. همه چیزم بودجه نیست، بعضی وقتا همت لازم. باید الان همه دست به دست هم بدیم، یک دل این کار رو انجام بدیم. باید نجاتش بدیم. هر کی هر کاری از دستش برمیاد باید الان بکنه. الان نه کی.